هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، کدام شخصی که فالبین، جادوگر، ساحر، کافر است؟ حضرت علی رضی الله عنه 2 سال پیش از وفاتش به آدمهایش فرمان داد که کدام شخصی که ساحری میکند یا جادوگری او را کشته شود. در دیگر حدیث رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میگوید کسی پیش ساحر یا جادوگر میرود و گفته های او را باور میکند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ فقط کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. تو کافر شدی به همان قرآنی که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است. این حدیثش نه از پیش خود. من حیران هستم به این چنین مسلمان ها. گفته یک فالبین کافر را باور میکنند. حالا با دجال لعین چی کار میکرده باشند؟ یا الله، هدایت در دست توست. الله تعالی کسانی را که بهش وعده کرده است که از گناهان کبیره کناره جویی کنند. اگر شما از گناهان کبیره که از آن نهی کرده شده اید کناره جویید، از شما گناهان صغیره حتی آن را نابود میسازیم و شما را به محل گرامی در میاریم. سوره نساء آیت 31. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگویند از 7 گناه مرگاور بپرهیزید. 1 شرک، 2 سحر و جادو، 3 کشتار، 4 خیانت به مال یتیم، 5 سودخوری، 6 فرار از میدان جنگ، 7 تهمت بر زن پاکدامن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر کسی سحر کند یا پیش جادوگری فالبین برود و از آن بخواهد که برایش سحر و جادو کند، پس بداند که او از امت من نیست. باز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند از 7 عمل هلاک کننده دوری بجویید. صحابگان عرض کردند که یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اون 7 عمل رو برای ما بگویید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند 1 شرک آوردن به خداوند، یعنی کسی را چیزی را در برابر ذات و صفت بمانند الهی شرک قرار داد و غیر خداوند کمک خواستن و یاری و مدد طلب کردن و مشکل کشایی و حاجت برای خود را غیر خداوند دانستن. 2 سحر یعنی جادو کردن. 3 ریختن خون آدم. 4 رباخوری نمودن. 5 خوردن مال یتیم. 6 گریختن از میدان جنگ و همراهان خود را تنها ماندن. 7 تهمت زدن در حق زن با ایمان و پاکدامن. باز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که پیش جادوگر و فالبین رفته از آنها چیزی را بپرسد در حالی که برای سنجش آنها رود و به سخنهای آنها باور ننماید تا 40 شبانه روز نمازش قبول نمی شود. باز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند تصدیق کننده فالبین و یا قطع کردن رابطه خویشاوندی به بهشت داخل نمی شود. باز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند از ما نیست نفرانی که فال بد بگیرند یا نزد فالبین بروند یا طلب کند که فالبین برایش فال ببیند یا سحر یعنی جادو کند یا به نزد جادوگر برود برای جادو. باز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که در او از این 3 عمل دیده نشود خداوند کریم اگر بخواهد گناهان او را میبخشد. 1 با خداوند چیز یا کسی را شریک قرار ندهد. 2 پیش ساحر یعنی جادوگر و فالبین نرود. 3 نسبت برادرش کینه نورزد. دوستان عزیز، باز هم ماه شریف رمضان برای همه شما مبارک باشد. دوستان دعاگو باشید. خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.